ما اومدیم اینجا یه بازی محلی یاد گرفتیم تقریبا مثل دوزه و الان یه 10 دقیقه رو بیه که با چند تا دونه سنگ و چند تا تیکه چوب و یه زغال که رو زمین کشیدیم الان مشغولیم با محمد ببینیم نتیجه چی میشه. حتی من این سری قانونا رو نمیدونستم، محمد بعدش اومد من اینا میتونستم ببرم. آره. من نیم ساعت گذشته از بازی و رسیده به این مرحله که 3 تا مهره من دارم 3 تا مهره محمد داره. در کمال ناباوری من تونستم محمد رو ببرم با این حرکتی که انجام دادم و خسته نباشید. حالا 2 تا میشن نمیتونم دوز بزنم. دیگه نمیتونه دوز یا به اصطلاح برای چی پر بزنه. پر بزنه. البته همین باختم. خسته نباشید. البته من رحم کردم. آره رحم کرد واقعا، مهمون نوازی کرد، خیلی تکنیکا رو نزد. دمت گرم.